سلام و ارادت خدمت همه دوستان. قول داده بودیم یه سهم مستعد رشد و بنیادی رو خدمتتون معرفی کنم. اما قبل از اینکه شروع کنیم به معرفی سهم، اگر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب ندادید خوشحال میشیم که ما را سابسکرایب کنید، عضو بشید و زنگوله کنارش رو بزنید که اگر ویدیوی جدیدی ساخته شد ازش مطلع بشید. بریم سراغ معرفی سهمی که خدمتتون عرض کرده بودم، جزء سهام بنیادی از گروه سیمانی. اول من نمودارش رو توضیح بدم. ببینید دوستان، این رو کانالیزه کردیم به این صورت، اما یه الگوی خیلی نادر و زیبا تشکیل داده این سهم به این صورت. این الگوی سراشانه مرکب هست. الگوی سراشانه مرکب با الگوی سراشانه معمولی یه تفاوتی داره که این هست که در یک طرف ممکنه دو تا شانه داشته باشه که اینجا میبینید شانه راست یک این هست و شانه راست دو، یعنی دو تا شونه راست داره و یک شونه چپ. بهش میگن الگوی سراشانه مرکب که تفاوت داره با الگوی سراشانه معمولی. و روز چهارشنبه تونست خط گردن رو کراس کنه. میبینید تونست خط گردن رو کراس کنه و یه صعود خوب برای این سهم متصور هستیم. هدف اولش میتونه 1020 تومن باشه و هدف دومش 1100 تومن، 1113 تومن، هدف سوم 1290 تومن و هدف نهایی 1360 تومن برای سهم سکورد از گروه سیمانی که یه سهم خیلی بنیادی و خوب هست. یعنی قبلا هم من این سهم رو داشتم، سود خوبی ازش گرفتم و الان هم به نظر من جای خیلی خوبیه و میشه جز اون سهمای زیرخاکی و مستعد رشد به نظر من که یه الگوی زیبا تشکیل داده و میتونه تا 1360 تومن به زیبایی رشد کنه. بریم ببینیم سهم سکورد رو. نگاه کنید دوستان، سهم سکورد سهامدارانش اگه بیاریم، شناوری سهم 15% هست، جز سهمای کوچیک و تقریبا متوسط بازاره. بگیم از متوسطی کم کمتر بگیم سهم کوچیک هست و شناوریش خیلی خوبه، یعنی 15% شناوری خیلی عالیه. و اینکه در یک نگاهش هم ببینید EPS سهم سود پیش بینی شدهش 1282 ریال هست، 128 تومن که خیلی خوب هست و پی بر ایش هم 7.36 هست که نسبت به گروه خودش که پی بر یک گروه هست 7.86 کمتر هست و یه سهم بنیادی و خوب هست. و تکنیکالش هم که دیدیم دیگه، تکنیکالش هم سراشانه مرکب تشکیل داده. به نظر من میتونید با حد ضرر 910 تومن با سهم بمونید با اهداف 1020 تومن هدف اول، 1115 تومن هدف دوم، 1290 تومن هدف سوم و 1360 تومن هدف سوم. از سهمای خوب گروه سیمانی هست به این صورت. این کلیت سهم سکورد هست. امیدوارم که موفق و پیروز باشید و مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.